درود. توی ویدیوی امروز قرار راجع به شب یلدا، تاریخچه‌اش، داستانش، این که چرا ما اصلا این شب رو جشن میگیریم، اسامی مختلفی که داره و معناهاش، و اینکه آیا درسته ما بهش میگیم شب یلدا یا یه چیز دیگه باید بگیم. و کلا آقا قراره معرفی کامل و جامع از شب یلدا داشته باشیم، ولی قبلش دوستان یلدامون مبارک. می بوده. راحتش کنم آقا، این گویش توسط مسیحیان استفاده می شده و به معنی زایش و تولده. حالا اینجا دو تا سوال به وجود میاد. مورد اول این که زایش و تولد کی، و مورد بعدی یلدای ما چه ربطی به مسیحی‌ها داره؟ راجع به وجود اومدن شب چله ما دو تا داستان داریم. البته داستان زیاد داریم ها. این دو تا مثلا اصلی‌ها و مهمترینان. من این دو تا رو الان براتون تعریف میکنم و از بطن این داستان‌ها شما به جواب اون دو تا سوال هم میرسید. داستان اولمون برمیگرده به دوران زرتشت. همونطوری که توی ویدیوهای قبلیمون گفتم، زرتشتی‌ها اعتقاد داشتن نور و روشنایی و گرما نشانه های اهورامزدا. از اون طرف قطب مخالفش یعنی تاریکی و سرما نشانه اهریمن بوده، یا مثلا میتونیم بگیم خانه اهریمن بوده، یه همچین حالتی. از طرفی شب چله طولانی ترین شب ساله. حالا درسته 1 دقیقه است ولی طولانی ترین شب ساله و خیلی برای من جالبه که مردم اون دوران چطوری متوجه این قضیه شدن. یعنی بحث این 1 دقیقه رو واقعا چجوری فهمیدین که 1 دقیقه طولانی ترین، چه ابزار و سیستمی داشتین که ازش استفاده میکردین. ولی خب وقتی به این تحقیق رو بررسی کنین متوجه میشین که ایرانی های گذشته شغلشون چی بوده دوستان، یعنی تو دوران هخامنشیان و اینا و حالا قبل‌ترش کشاورزی و دامپروری. وقتی معیشتشون این بوده، وضعیت آب و هوا و کلا ستارگان و همه اینا خیلی چیزای مهمی بوده براشون، چون یه جورایی زندگیشون وابسته به این قضیه بوده. در نتیجه یه سری سیستم‌های خاصی ایجاد کردن که بتونن تاریخ و اینجور چیزا رو متوجه بشن و تغییرات آب و هوایی رو. و خب نمیدونم میدونین یا نه، گاه شماری ایرانی‌ها یا همون تقویم ایرانی‌ها یکی از بهترین و معتبرترین گاه شماری‌های جهانه. به خاطر همین قضیه است. یعنی شما حساب کنید ببینید ما چند هزار سال پیش ایرانی‌ها اعتدال بهاری یا همون نوروز رو متوجه شده بودن، ما اعتدال پاییزی رو میدونستیم که جشن مهرگان رو میگرفتن، و دوباره شب چله و همه این موارد، در نتیجه که نیاکان بسیار باهوش و دقیقی داشتیم. دوستان داشتم داستان تعریف میکردم براتون. ببینید توی اون دوران همونطور که بهتون گفتم این اعتقاد بوده دیگه. بعد مردم متوجه شدن که اوه توی این شب 1 دقیقه تاریکی بیشتر میمونه و این یعنی اهریمن قدرت میگرفته. و جالبیش اینه که اون دوران این اعتقاد داشتن که مثلا روز و شب، سرما و گرما یا مثلا فصل‌ها، اینا همش در حال مبارزه با همن یه جورایی. و اینکه حالا قرار بوده امشب 1 دقیقه تاریکی اهریمن بیشتر بمونه، اهریمن قدرت میگرفته و این خطرناک بوده دیگه. در نتیجه چیکار کردن؟ ما نیاگان خیلی دوست داشتن این داشتیم، تصمیم گرفتن که توی این شب دور هم جمع شن، مهمونی داشته باشن، جشن بگیرن، خوراکی بخورن دیگه، نمیدونم خونه و اون محیطی که اونجاست رو گرم کنن، روشنش کنن، یه جورایی دهنکجی باشه به اهریمن که فکر کردی مثلا ما ایرانی هستیم دوست عزیز. آقا من هی دارم با این اناره برمیرم، این تاجاشو میکنم بکنم تا تهش، مثلا اگر دیدین گاز زده بود دیگه چیز نباشه، تعجب نکن. آره تعجب نکن. خب آقا من این داستان دومیه رو بهتون بگم و بریم سراغ قضیه شب چله چیه. داستان دومیمون برمیگرده به خیلی قبل‌تر، یعنی قبل‌تر از زرتشت، و به مهرپرستان یا آیین میترائیسم. نمیدونم در جریانین یا نه، یکی از کهن‌ترین ایزدان یا خداهای ایران ایزد مهر یا میتراست که ایزد عشق و محبت و پیمان بوده و نظاره‌گر بوده بر درستی و تعهد و پیمان و اینجور چیزها. خیلی برمیگرده به دوران قبل از زرتشت، اون دوران که اصلا مفهومی به نام اهورامزدا هنوز برای مردم وجود نداشته. یه سری از مردم میترا رو میپرستیدن. میترا نماد ظاهریش خورشیده. مهرپرستان شب یلدا رو هستی قرار شد بگیم شب چله. بله اما از عادت بد، شب چله رو شب به دنیا اومدن ایزد مهر میدونستن. این اعتقاد رو داشتن که توی یک شب سرد و تاریک ایزد مهر درون یک غاری از دل سنگ به دنیا اومده و به خاطر همینم بوده که فرداش یعنی اول دی روزها بلندتر شدن. یه همچین چیزی بوده.
همونطوری که بهتون گفتم ایرانی‌ها اغلب کشاورز و دامدار بودن و اینا یک سیستم نمیدونم روز شماری گاه شماری خاص خودشونو داشتن و ما توی سال 2 تا چله داشتیم، یکی چله تابستون، یکی چله زمستون. و چقدر جالب این قضیه که ما از این چله تابستون و چله زمستون استفاده میکنیم، هرچند شاید دقیق منظورمون اون چله قدیم نباشه و اصلا نمیدونیم معناش یعنی چی. چله تابستون توی تیر بوده، یعنی از تیر آغاز میشده. چله زمستون از دی. چله چی بوده دوستان؟ 40 روز. و چله هم ما چله بزرگ و چله کوچیک داشتیم. چله بزرگ 40 روز بوده، چله کوچیک 20 روز. و چله بزرگ اول بوده، بعدش چله کوچیک. یعنی چی؟ چه اتفاقی میافتاده تو این چله ها؟ ببینید مثلا وقتی میگیم چله زمستون، منظورمون از چله بزرگه 40 روز اول زمستونه و بعدش هم که 20 روز بعدشه. توی این بازه زمانی وقتی زمستون بوده، هوا تو سردترین حالت ممکنش بوده. قشنگ چله زمستون یا چله تابستون ما بیشتر به کار میبریم. منظورمون اون گرمای شدیده. من یه تاج دیگه اینم کندم و تازه اینو بهتون بگم خیلی جالبه. کشاورزا این چیزام داشت، این عقیده هم داشتن که 4 روز آخر چله بزرگ و 4 روز اول چله کوچیکو بهش میگفتن 4 و میگفتن این بازه خیلی سرد بوده و خیلی مثلا اذیت میشدن و این موارد. و خب آره خلاصه ما بهش میگفتیم شب چله. چرا؟ چون شبی بوده که فرداش چله زمستون آغاز میشده. خب اینم از شب چله. حالا دیگه من میسپارمش به خودتون. آیا دوست دارید که بگید شب چله؟ دوست دارید که بگید شب یلدا؟ مشکلی نداره، هرچند خودم ترجیح میدم شب چله رو فرهنگ سازی کنیم.